یه نیزه‌ای همیشه زیر گلود هست بهرود. گفتن که پدر و پسری با هم حرکت میکردن. پسر 7-9 سالش بود و خیلی هم باهوش بود. یک جاپایی رو دید، گفت پدر این یک شتری از اینجا رد شده. یکم دیگه که رفتن جلو به یه یونجه‌زاری رسیدن. گفت پدر یکی از چشمای اینم کور بوده، چشم چپش. دوباره رفتن جلوتر، گفت بارش هم میدونم چی بوده. گفت چی بوده؟ گفت شیره و سرکه بوده. تو این گیرودار یه مردی میاد و میگه حیوانمو گم کردم. پسر میگه که شتر بود؟ میگه آره. میگه یه چشش کور بود؟ میگه آره. میگه بارش شیره و سرکه بود؟ میگه بله. میگه دیدی؟ میگه ندیدم. میگه پس بین زیر سر شماست، میبرشون قاضی. قاضی میگه که داستان چی بوده شما که ندیدی؟ چطوری تشخیص دادی؟ میگه جاپاشو که تشخیص دادم. بعد اومدم تو یونجه‌زار، دیدم که سمت راست این جاپاها خورده شده، این یونجه ها سمت چپ خورده نشده. فهمیدم این چشم چپش کور بوده، اینا رو نخورده. بعد که حرکت کردیم سمت راست کلی مگس نشسته بود. گفتم مگسم که چیز شیرین دوست داره. گفتم این یه لنگه بارش چی بوده؟ شیره بوده. این ورش هم پشه نشسته بود. پشه هم چیز ترش دوست داره. گفتم این ورش هم چی بوده؟ سرکه بوده. گفت بله کاملا درسته، بریم بیرون. رفتم. پدره چی گفت؟ بله. پدره گفت شتر دیدی از حالا ندیدی. آها از اینجا میاد. شتر دیدی. حالا میخوام بگم این مسئله رو گفتن که بزرگترین قدرت در انسان رو که قدرت نگفتن هست رو به بچه ها نشون بدن. خدا رحمت کنه رفتگان رو. پدر من همیشه میگفت، خدا رحمت کنه، ممنونم، میگفت که یه نیزه‌ای همیشه زیر گلود هست بهروز. اگه بگی بله میره توی گلود، هی بگو نه. این کارو میکنی؟ نه. فلانی رو دیدی؟ نه. سیگار میکشی؟ نه. با بچه‌ها میری تا ساعت 12-1 شب؟ نه. این قدرت نگفتن.